اشک تمساح میریزند، نالشون بلند میشود که چرا خسرو داد را کشتند، چرا نادر جهان بانی را کشتند. ما اینها را اعدام کردیم. خدا می‌فرماید قاتلوا ائمة الکفر با سردمداران فساد پیکار کنید تا حالا هم وقت اون رسیده است. آقای خلخالی، چطور شد آیت الله خمینی شما را انتخاب کردن؟ چه خصوصیاتی در شما می‌دیدن؟ حضرت امام ما را از بچگی میشناختن. من از بچگی با آقای حاج آقا مصطفی هم مباحثه بودم، رفیق بودم و رفت و آمد به خانه امام داشتیم. روی این جهت امام از درستی ما، از نترسی ما واقعا خوششون می اومد. همیشه ما را تشویق میکردن در این جهت. روی این جهت ما این سمت را قبول کردیم و با کمال قدرت وارد مبارزه شدیم. آیا هیچ موردی بوده که مثلا چون بعضی ها در همون موقع ایرادهایی وارد میکردند که مثلا زیاده روی شده یا از این حرفا؟ یک جمله آقای خمینی اعتراض به من نکرد. من تسلیم او بودم. اگه به من میگفت که فلان کار رو نکن، نمیتونستم بکنم. شما موقعی که منصوب شدید به عنوان حاکم شهر، فکر کنم اولین حکماتون رو در مدرسه رفاه صادر کردید و اولین کسانی که اعدام شدن در پشت بام همون مدرسه رفاه بود. اگه ممکنه توضیح بدید اولین حکماتون چطوری صادر شد، برای چه کسانی؟ اینا مفسد فی الارض بودن، یعنی فساد رو در روی زمین گسترش داده بودن، اسلام رو زیر پا گذاشته بودن، قرآن رو به یه معنا اصلا قبول نداشتن. در مدرسه رفاه چند نفر، 4 نفر اون شب بودن محکوم به اعدام شدن، درست نمیدونم اسمشون. و بعد در مدرسه علویه در زندان قصر بودن عده‌ای که اونها محکوم شدن. این نمیشد به اینا رحم کنی. اگر به اینا رحم میکردی، اینا را میبخشیدی، خب رضایت مردم رو نمیتونستی به دست بیاری. آقای خلخالی، شما وجدانتون کاملا راحت هست الان که حکم این افراد به اون شکلی صادر شد که صادر شده؟ اگر همه اینا زنده بشن بیان دوباره محکوم به اعدام میکنی. همون شرایط بدون محاکمه که بوده، با همون شرایط، با همون وقتی که بود. بعضی از شما نقل کردن که شما گفتید که بعضی از این افرادو که اعدام میکردید بعد شب به حالشون گریه میکردید، درسته؟ من یک ذره گریه به حال اینا نکردم، هیچ. زندگی من توأم با صراحت بود. یه بچه گمنام از خلخال پاشده اومده بود، درس خونده بود، به یه جایی رسیده بود، شاگرد آقای خمینی شده بود. متأثر بشم برای اعدام اینا ابدا، هیچ وقت. ما با صداقت و با بدون پیرایه اینا رو محکوم به اعدام کردیم. اینا بودی. اما دیگه ما به اینا برای اینا گریه کردیم و نشستیم اشک ریختیم. اینا حرفای نه من غریبمه. استیم زیر بار این بره. کسانی که شما حکم اعدامشون رو صادر کردید فکر میکنید احتمال داره در موردی مثلا اشتباه شده باشه؟ بنده که اشتباه نمیبینم. حالا اگر شما بدونید یه حرف دیگه است. بنده که حاکم شهر بودم اشتباهی در کار نبود. بنابراین شما کاملا وجدانتون راحته است؟ وجدانم اینقدر راحته که اگر شما بذارید من الان میگیرم میخوابم.